اخبار تازه تاجیکستان و جهان را مستقیما برایتان پیشنهاد میکنیم. امروز 23 ینور است و امروز با شما نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوعها را داریم. همسایگی خطرناک در حالی که مقامات تاجیکستان از قربانیان زمین لرزه شراره یاد میکنند، در یک گوشه دیگری کشور احتمال سر زدن فاجعه وجود دارد. خودمون مهنت کردیم، خونه دختیم، $10,000 خریدیم خرید. خیلی نه که زندگی اوز بچم. سفر 3 روزه شوکت میرزیویف به آلمان انجام یافت. ازبکستان و آلمان برای عملی نمودن برنامه و لایحه‌های چند میلیاردی به توافق رسیدند. و دادگاه به بحث عکسبرداری نامی نقطه گذاشت. پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان به پرداخت تاوان موظف گردید. امروز در شهر ایسور به یاد قربانیان زمین لرزه فاجعه بار شراره لوحه یادگاری باز شد. راساسی سال پیش 23 ینور سال 1989 زمین لرزه با شدت 6 بلی دهه شراره را تکان داد. در پی این زمین لرزه که ساعت 5 صبح به عمل آمد، تپه اطراف دهه با آبولای به بالای منزل ساکنان فرو ریخت. 226 نفر در شراره و اطراف آن زیر خاک ماند. از یک دهه کلان تنها نوزاد 6 روزه جان به سلامت برد. بعد این حادثه این نوزاد با اسم شراره معروف شد و صبح امروز او نیز در افتتاح لوحه یادگاری شرکت داشت. از شهر ایسور به نویه رودکی می رویم. اگرچه در شراره آفت طبیعی بیخبر رخ داد و جان صدها نفر را برد، در نویه رودکی می توان از احتمال سر زدن فاجعه پیشگیری کرد. زیرا یکی از شاهقبرهای گاز از داخل منزل زیست دهها ساکن قسمت‌های غربی دوشنبه و نواحی اطراف می گذرد. زندگی در همسایگی لوله گاز مثل نشستن در بالای بمب را می ماند. سرانگیز نوروشا در همین باره می گوید. یک بار ما خواستیم که روی بوی گاز روی حوله همه جا زیر کده بود، بوی گاز بود. ما خواطر شدیم اینجا با کودکای مایده هستن و خیلی گفتیم بوی گاز. ساکنان محله ظفر در حدود ناحیه رودکی 2 بار از شرکت تاجیک ترانسگاز آگاهینامه گرفتند. در آن به ساکنان از خطر زندگی در منطقه پیشگیری خطر یا نزدیک به لوله اساسی گاز هشدار دادند. برای آنها این آگاهینامه خبری از دست دادن منزل است. خیلی زیخ شدم، قریب دیلم بزنم خود چی بکنم. آدمی صغیره دور. خودمون مهنت کردیم، خونه دختیم، $10,000 خریدیم خرید. خیلی نه که زندگی اوز بچم. اون وقت رو برای چی میگفتن؟ هیچی نبود، نمیتوفت. یکون چی نبود. خبرش کردیم، بعد فهمیدیم که توربه. مسئولین شرکت تاجیک ترانسگاز از ساکنان اطراف لوله گاز دستخط گرفتند که در صورت به عمل آمدن سوختار و ترکش جوابگری به ذمه خود آنها است. ساکنان میگویند در حالت نامعینی قرار دارند و نه مانده میتوانند و نه جای دیگری برای رفتن دارند. اکثر آنها میگویند زمانی که در این محله خانه بنیاد کردند مناسبت ها با ازبکستان بد بود و باور داشتند که گاز دیگر نمیشود. همون دلو رو پر کردن که گاز نمیشه. هیچ کس پیشمونش نمیدوند، گفتن که گاز نمیشه. با ما اینجا مهنت کردیم، خانه کردیم. بر طبق مقررات از 75 تا 125 متر تا لوله اساسی گاز باید منزلی استقامتی نباشد. سالهای اخیر ساکنان زیاد در مسافه 5 متر و حتی در روی لوله گاز بدون رعایت قاعده بی‌خطری خانه بنیاد کردند. منطقه خطرناک است. وقتی در حالتی با وجود آمدن یک حادثه تکنیکی جان آدم‌ها به خطر گذاشته میشه. حالا مقامات تاجیک ترانسگاز از آن نگران است که با وجود آگاهی‌های پیوسته ساکنان منطقه خطرناک را ترک کردن نمی‌خواهند. و مقامات‌های داخلی که همین زمین‌ها رو جدا کردن با آنها با مکتوب رسمی مراجعه می‌کنند که در این منطقه بنیاد کردن منزل‌های استقامتی علیه خطرناک است. با گفته مسئولین نهاد تامین کننده گاز، یگانه راه رفع خطر از ترکیش گاز کوچ بستن مردم از موضع‌های نگهداری قبور گاز است. زیرا با باور آنها کوچ دادن لوله گاز از این منطقه خراجات زیاد می‌خواهد و امکان ناپذیر است. ساکنان می‌پرسند اگر این موضوع خطرناک بود چرا برای ده‌ها خانواده اجازه بنیاد منزل داده شد؟ اکنون در اینجا خانه کردیم، ما یاردم چی نگونجو خیلی به یگون چی بود نمی‌تونیم در دیگه جا اینجا خسته در دیگه جا بگسته خانه ساخته نمیتونه، برای که زورمون نمیرسه. با این همه این ساکنان از آمدن گاز ازبکستان که از بسیار جهت زندگی مردم را در دوشنبه آسان میکند استقبال میکنند. فقط میخواهند مشکل آنها هم به نظر گرفته شود.
دیروز سفر رسمی 3 روزه شوکت میرزیویف به آلمان انجام یافت. پرزیدنت ازبکستان در جریان بازدید از این کشور با صدر اعظم و دیگر رهبران آلمان ملاقات کرد و از جمله تاکید نمود که ازبکستان خواستار به سطح کاملا نو و بلند رسیدن رابطه تاشکند با برلین است. سروجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی این سفر را پیگیری داشت و قبل از شروع برنامه من از او درباره نتایج آن سوال کردم. سفر شوکت میرزیویف به آلمان به سلسله لایحه‌هایی که بین ازبکستان و آلمان امضا شد تقریبا 8 میلیارد یورو قیمت دارد. این لایحه ها اگر به این لایحه ها اعتبار دهیم از ساختن دوباره تعمیر کردن راه آهن ازبکستان سر کرده تا ساختن مرکزی انکولوژی در تاشکند هست در بر میگیرد. مثلا گوییم مرکزی انکولوژی با قیمت 50 میلیون یورو در تاشکند ساخته می شود که این البته برای ساحه طب ازبکستان پیشرفت خوبی می شود. نه فقط ازبکستان بلکه به کشورهای همسایان نیست. این یک چیزی مفید است به نظر من. بعد این من از سروجین اسلام پرسیدم که سبب توجه خاص نشان دادن آلمان به سفر میرزیویف چی بود؟ بدانید وقتی که شوکت میرزیویف به آلمان سفر کرد او را از پرزیدنت فدرالی آلمان سرکرده تا کانسلر رو رئیس بوندستاگ پیشواز گرفتن استقبال کردن و توجه خاصی را نشان دادن. به یک پرزیدنت آسیا مرکزی از عسکرها سر کرده، یعنی پرد عسکرها سر کرده تا مطیع ملی ازبکستان و آلمان را نیز خواندن. یعنی تمام اتریبوت هایی که به یک پرزیدنتی با نفوذ نشان میدهند بود. البته این به نظر من از آن نشان میدهد که کشورهای غرب به اصلاحات شوکت میرزیویف توجه خاصی دارند و باور میکنند که شوکت میرزیویف میتواند یک کشوری که در زمان اسلام کریموف نام بدی را داشت، یک کشوری خوب افطریتری داشت تغییر میدهد. از این لحاظ به نظر من برای آلمان پیشرفت ازبکستان چون یک شریک خوبی در منطقه با ازبکستان مناسبت خوب داشتنش بسیار مهم است. سروجین اسلام بود از بخش ازبکی رادیو آزادی که درباره نتیجه های سفر شوکت میرزیویف به آلمان صحبت کرد. در این قسمت برنامه گزارشی داریم از شهر کولوب. باشندگان این شهر از آن شکایت میکنند که به منابع مستقل و با اعتماد خبری تقریبا دسترسی ندارند. در روزنامه ها اکثرا از نوشتن مشکلات پرهیز میکنند. رادیو و تلویزیون آلترناتیوی فعالیت نمیبرد و حتی شبکه‌های اجتماعی نیز نه همیشه برایشان باز میشده است. مغفرت از عائله روزنامه فروشان مشهور کولوب است. در شهر تا چند سال پیش این تجارت درآمد داشت. مردم خریدار نمیکنن. حالا خیال عوض کردن شغلش را در سر دارد چون که شماره روزنامه‌های فروشی از هزارها به ده‌ها کاهش یافته است. بریم در یگان مکتب معلمه شیده کار کنیم. گازت فروشان کولوب میگویند یک سبب سرد شدن بازار محتوای هفته‌نامه‌ها است. کولوب دا اگر که دربارش که باشه همون خلق میخواد که بخونم ما بفهمیم که درباره چی گفته. بسیارتر فقط درباره پایتخت می‌نویسن، کوچه‌های پایتخت، کوچه‌های کولوب همش فرسوده‌اند. همه کوچه‌ها کندگی‌اند. کولوب یکی از شهرهای بزرگ تاجیکستان است ولی رسانه‌های محلی قریب که ندارد. نیست یگون نه رادیو یک تلویزیون کولوب که همون هم بسیارتر تعریف و توصیف است. احمد ابراهیم 2 سال کوشش دارد در کولوب رادیو تأسیس دهد اما موفق نشد. ما نمیدونیم سببش چیست، برای چی ندادن. اجازت نشد که رادیو کنیم در منطقه کولوب. در شهر کولوب فقط رادیوهای دولتی پخش می شوند. احمد ابراهیم می گوید به مردم باید منبع مستقل هم اطلاعات رساند. اینها که اجازت نامه نمیدن اما توسط مکتوب، توسط خواهش از حکومت جمهوری با اداره های داخلدار مراجعت کنند و این رادیوها را راه اندازی کنند. اینجا زمان مرکزی ختلان پرس بود که 10 ژورنالیست در آن کار میکردند، تعلیم میگرفتند. یک آژانسی فعال بود که کار خود را محدود کرد. هایک میگه گازیتای SSR 2 گازیتا کم و بیش درباره کلوب می نویسند. دیگر یگان توش توجه نداره که میشد در کلوب چی گپ است.
ساکنان کلوب میگویند به روزنامه بیشتر باور دارند چون که اطلاعات را سنجیده نشر میکند. بسیارتر به رسانه‌های پیک باوری دارم که چون که حقیقت نگار است. برخی از ساکنان میگویند شبکه‌های اجتماعی خلای اطلاعاتی را در کلوب پر می‌سازد و اطلاعات را از آنها زودتر از تلویزیون، گازیته و رادیو میگیرند. درباره حادثه‌ای که در کلوب در نزدیکی مکان زیستی من رخ می‌دهد، من را از شبکه اجتماعی فیسبوک میگیرم که شاید یک از شهروندان او را دیده در توسط شبکه به دیگران پهن میکنند. برخی میگویند از شبکه‌ها و نشریه‌های دولتی اطلاعات لازم را دسترس میکنند و به دیگر سرچشمه‌ها نیز نیاز دارند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. عکسبرداری معروف تاجیکستان در بحث دادگاهی با پالاتای سودا و صنعت کشور برنده شده است. دادگاه نویای شومانسور این نهاد را به نقض حقوق مؤلف گناهکار کرد. گنادی راتوشنکو میگوید حالا پالاتای سودا و صنعت راهی سازش را با او جستجو دارد. تفصیلات را از طاهری سفر میشنویم. بعد از 10 ماه بحث‌های دادگاهی با پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان، قضیه قسماً به نفع این عکسبرداری معروف حل شد. دادگاه پالاتای سودا و صنعت را موظف کرد که به گنادی راتوشنکو همچون ضرری معنوی بیشتر از 41,000 سومانی پرداخت کند. مسئولین پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان به من گفتند و تهدید هم کردند که به هیچ وجه مبلغ کاری شما را پرداخت نخواهیم کرد. زیرا این عکس‌ها را خود اشتراکچیان نمایشگاه آورده بودند. اما من به آنها گفتم که با اشتراکچیان یگان شرطنامه نداشتم و تنها با شما کار میکردم. عکسبردار معروف تاجیکستان از پالاتای سودا و صنعت میخواست برای نمایش به اجازتی عکس‌هایش در مسکو 140,000 سومانی تاوان بپردازد. پالاتای سودا و صنعت این دعوا را به اساس نامیده شرایط مذاکرات با عکسبردار را دیگرگونه می گفتند. از جمله به گفته آنها عکس‌ها با فرمایش پالاتای سودا به نمایشگاه پیشنهاد نشدند. خود راتوشنکو از قسماً پرداخت شدن مبلغ خوشحال است و میگوید حکم عادلانه بود. من از این هم خرسند شدم، هرچند که از مبلغ طلب کرده من خیلی کم است، اما مهم این است که دادگاه حق مؤلفی را حمایه کرد. این مقصد اساسی من بود. مبلغ دویم درجه است. با این وسیله می توانیم نشان دهیم که هر یک عکسبردار می تواند از حقوق خود دفاع کند. بحث گنادی راتوشنکو با پالاتای سودا و صنعت از تابستان سال 2011 شروع شد. عکاس میگوید هرچند دوام 4 سال اخیر بحث آنها دادگاهی شد، در این مدت مبلغ زیاد و از همه مهم صحتیش را از دست داد. و اسطوره پرتغالی فوتبال کریستیانو رونالدو رضایت داده است که تخمینا 19 میلیون یورو جریمه سپرد تا از زندان 23 ماه رها گردد. دیروز رونالدو در دادگاه مادرید ظهور نموده به حکم جریمه و حبس شرطی امضا گذاشت. فوتبالباز دسته یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو روز 22 ینور شخصا به دادگاه مادرید آمده حکم دادگاه را اعتراف کرد. او موافقت کرد است که به خاطر سرکشی از سپردن انداز نزدیک به 19 میلیون یورو جریمه سپارد و در مقابل حبس 23 ماهه او شرطی خواهد بود. بر پایه قانون‌های اسپانیا نفری که اولین بار جنایت صادر کرده است شرطاً از آزادی محروم می شود. در گذشته دیگر ستاره‌های فوتبال دسته‌های معروف اسپانی به مثل نیم محافظتگر دسته ریال مادرید لوکا مودریچ و کاپیتان دسته بارسلونا لیونل مسی برای سرکشی از سپردن انداز مجازات شدند. در رویخط مجازات شده ها نام مربی سابق دسته ریال مادرید ژوزه مورینیو نیز به چشم می‌خورد. همه آنها با پرداخت جریمه از تعقیب قانونی جلوگیری کردند. برنده 5 کرته توپ طلایی کریستیانو رونالدو سال گذشته بعد پیروزی دسته ریال مادرید در جام قهرمانان اروپا به دسته یوونتوس ایتالیا گذشت. او یکی از ثروتمندترین ورزشکاران روی عالم به شمار می رود. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر مانده است. برایتان خاطررسان میکنم که نوار گزارش‌های روز و جالب را میتوانید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرها در سامانه ما www.azadi.org دسترسند. همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما صفحه داریم. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی یادتان نرود. بینندگان عزیز تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار هر یک شما باشید.